قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند. خود شخصیت عمر رضی الله عنه شکی نیست که از لحاظ نسب در جد هفتم به رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وصل می شود. و از بنی عدی هست و بنی عدی ابن کعب ابن لؤی. کعب ابن لؤی هم جد هفتم پیامبر صلی الله علیه وسلم است. اسلام او چند سال به طول کشید، حدود 6 سال تقریبا که مسلمان شد. بعد از اینکه حدود 6 سال گذشت و هنوز خب عده زیادی مسلمان نشده بودند، عده اندکی بودند که مسلمان شده بودند. شاید بعضی گفتن او 40مین نفری است که مسلمان شده است، بعضی گفتن اینطور. 3 روز بعد از حمزه بن عبدالمطلب عموی پیامبر صلی الله علیه وسلم در ذوالحجه سال 6 بعثت، در ذوالحجه سال 6 بعثت، یعنی 6 سال بعد از بعثت پیامبر، در حالی که 27 سال داشت به اسلام گروید. یعنی از لحاظ سنی او 13 سال از پیامبر صلی الله علیه وسلم کوچکتر بود. معروف است که حضرت عمر رضی الله عنه مشمول دعای پیامبر صلی الله علیه وسلم شده است که وقتی مسلمانان در ضعف و ذلت بودند آرزو می‌کرد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که یکی از بزرگ مردان و شیرمردان قوم مسلمان بشود تا قوت و شوکتی به اسلام اضافه بشود. آرزویش این بود که یکی از افراد قهرمان، که از افرادی که به اصطلاح شیرمرد باشند و مرد صحنه و میدان باشند به اسلام بگرود. درست است، بودند، مسلمانان بودند، ولی خب اونها در ضعف بودند. معمولا افرادی که افراد عادی و معمولی بودند، نه از لحاظ نسب. از لحاظ نسب درست است، شخصیت‌های بسیار بالایی از لحاظ نسب مسلمان شده بودند، بعضی از افرادی که مسلمان شده بودند، ولی این قدرت و صلابت و سرسختی عمر رضی الله عنه در کسی دیگر یافت نمیشد به این شکل. این است که در دعای از اون حضرت نقل شده است که فرمود، عرض کرد به خداوند، رسول اکرم در قالب دعا، اللهم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک، عمر بن الخطاب او عمرو بن هشام. خدایا اسلام را عزت بده با محبوب ترین این 2 نفر به نزد خودت. هر کدوم که نزد تو محبوب تر است و ارزش و لیاقت دارد، اسلام را به وسیله یکی از این 2 نفر انسان بسیار قدرتمندی بودند، هم از لحاظ شرافت نسب هم از لحاظ شخصیت خودشون، یعنی انسان‌های بسیار مقتدری بودند، توانمند. اسلام را با این 2 نفر، با یکی از این 2 نفر عزت بده، عمر بن الخطاب یا عمرو بن هشام که همون ابو جهل معروف باشد. عمرو بن هشام که ابو جهل درست است، انسان بسیار سرسختی بود و همین سرسختیش همین خیلی کار دست مسلمانان داد دیگه. یعنی یکی از کسانی بود که سرسختانه با اسلام مبارزه میکرد تا آنجایی که رسول اکرم علیه السلام از او به عنوان فرعون این امت یاد نمود، خاطر قدرت و اقتدارش. قدرتی، اونچنان قدرتی داشت دیگه که از او به عنوان فرعون این امت یاد شده است. ولی خب او لیاقت نداشت، لیاقت این را نداشت که مسلمان بشود. اگر لیاقت داشت خدا او را هم مسلمان میکرد، اما لیاقت نداشت. کسی که لیاقتی نداشته باشد اینجا خدا به او نظر لطفی نمی کند. هدایت دست خود انسان است و لیاقت میخواهد. انسان خودش باید قدمی بردارد، آنگونه که حضرت عمر رضی الله عنه خودش متقاضی شد، خودش خواهان شد، آنگونه که شب قبلم اشاره کردم. در این حالی که حرکت کرده بود به قصد جان پیامبر علیه السلام، بعد مسیرش عوض شد، رفت به خانه خواهرش یا دامادش که از آنها اول زهر چشم میگیرد به خاطر اینکه آنها مسلمان شده بودند.
بعد برود به سراغ پیامبر علیه السلام. ولی اونجا که رفت صحنه عوض شد، قضیه طوری دیگر شد و حضرت عمر رضی الله عنه خود به خود قلبش متمایل شد به اسلام دیگه و شاید مشمول دعای پیامبر علیه السلام شد که اون صحیفه را تلاوت کرد، آیات اول سوره طه که عرض کردم شب گذشته، به شدت در او تأثیر گذاشت. قرآن تأثیر فوق العاده دارد بر انسان. آن چیزی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در رابطه با حضرت عمر و شخصیت او برای ما نقل شده است، گویای شدت و صلابت و سرسختی او در دین خداست. بسیار انسان سرسختی در رابطه با دین خدا بود، یعنی در مورد دین خدا اصلا کوتاه نمی آمد، بسیار قاطع برخورد می کرد. این از اوصاف معروف اوست. ارحم امتی به امتی ابوبکر و اشدهم فی دین الله عمر. از احادیث در این رابطه خیلی معروف است که می‌فرماید دلرحم ترین افراد امت من نسبت به امت من ابوبکر هست، از همه دلرحمتر، از همه رئوفتر و مهربانتر. و سرسخت‌ترین افراد امت من در دین خدا، در رابطه با دین خدا، عمر است. خب به خاطر همین قضیه است که وقتی مشاهده میکنیم در بعضی از صحنه‌های سیرت که شخصی دچار یک اشتباه میشود، حضرت عمر رضی الله عنه بی صبرانه میخواهد همونجا از او انتقام بگیرد. یعنی تحمل ندارد که شخص در رابطه با دین خدا مثلا بخواهد کجروی کند، یا احیانا مثلا کوچکترین اهانتی به پیامبر خدا علیه السلام روا بدارد، یا کوچکترین ضربه مثلا به دین خدا بزند. اگر احیانا احساس میشد که شخصی میخواهد ضربه بزند مثلا به دین یا اهانتی به پیامبر بکند، حرفش بوی اهانت و گستاخی میداد در رابطه با پیامبر علیه السلام، فورا اجازه میخواست از پیامبر، دعني یا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق، اجازه بده ای پیامبر من گردن این منافق را بزنم. اینقدر او سرسختانه میخواست که در مقابل آنچه که به دین خدا لطمه وارد بکند قد علم بکند و انتقام دین خدا را از اون شخص بگیرد. آن چیزی که در رابطه با حضرت عمر رضی الله عنه باز معروف است، حرص او بر علم است، بر کسب علم. یعنی انسان بسیار مثقفی بود از لحاظ علم، با فرهنگ و دارای معلومات و سواد. حضرت عمر از شخصیت‌های باسواد و درس خوانده بود، علم و آگاهی داشت، یعنی سواد داشت، و برخلاف اون بیسوادی که موقع رایج بود، او شخص باسوادی بود و حریص بر علم هم بود. بسیار حریص بود که هیچ جنبه از علم از دستش نرود. اینقدر حریص که در حدیث آمده است با وجود که منزل او دور بود کمی از مرکز مدینه، از مسجد نبوی، از محل اقامت پیامبر علیه السلام، که این منزلش دور بود، ولی خب به نوبت او و همسایه‌اش با هم قرار گذاشته بودند، به اتفاق همسایه‌اش، که یک روز او بیاید یک روز این بیاید. به اتفاق همسایه‌اش با هم قرار گذاشته بودند به نوبت بروند به مجلس پیامبر علیه السلام و از مجلس او کسب فیض بکنند، از ملازمت با پیامبر علیه السلام فیض ببرند و آن چیزی را که یاد گرفته بود یکی به دیگری مثلا انتقال بدهد. هر کدام میرفت یک روز، برکه میگشت، غروب که برمیگشت، یاد داده های خود را یا اون به اصطلاح معلومات خود را، آن چیزی که یاد گرفته بود، به اون دیگری میگفت. روز بعد برعکس با اون یکی میرفت و آنچه را که یاد گرفته بود به اون دیگری انتقال میداد، تا یکی بتواند بالاخره در اون روز به کسب معاش و امرار معاش خودش بپردازد دیگه. تا این اندازه حریص بود که به این صورت با هم دیگر یک روز در میان نوبت گذاشته بودن به اتفاق همسایه‌اش که در معیت پیامبر علیه السلام از محضر او کسب فیض بکنند. تا آنجایی که رسول اکرم علیه السلام به علم او گواهی داده است در حدیثی که می‌فرماید در خواب من مشاهده کردم که
قدحی یعنی کاسه‌ای برای من آوردند، کاسه از شیر. اون کاسه را اونقدر از اون شیر اونقدر تناول کردم، سیر شدم، یعنی از اون شیر، تا اونجایی که احساس میکردم که اون سیر شدن یا اون شیر از دارد از لابلای از زیر انگشتان من خارج میشد. این اندازه، یعنی از اون سیر کاملا از اون شیر سیر خوردم. بعد کاسه را به عمر دادم، اون چرا که باقی مانده بود به دست حضرت عمر دادم. این را در خواب آن حضرت مشاهده کرده بود. یک کاسه شیر مثلا میخورد، آنقدر سیر میشود و باقی مانده اون را به کس دیگر نمیدهد غیر از عمر، و عمر آن را می نوشد. بعد از اون سوال کرد از اون حضرت که این خواب چه تعبیری دارد، چه تعبیری درباره این خواب کردی و منظور از این چیست؟ آن حضرت فرمود که من این را به علم تعبیر کردم، به علم این را تعبیر کردم. یعنی حضرت عمر رضی الله عنه از لحاظ علمی، یعنی انسان بسیار دانایی بود که علمی را که از پیامبر علیه السلام به او میرسید کاملا میگرفت و شخصی بود که از پیامبر علیه السلام علم دین را کسب کرده بود و این تأیید بر علم و آگاهی او نسبت به دین خدا هست. مهر تأییدی است از جانب پیامبر علیه السلام بر علم و دانایی عمر رضی الله عنه. از محبت او نسبت به پیامبر علیه السلام باز اگر بخوایم بگوییم که چه اندازه او علاقمند به پیامبر بود، چه اندازه محبت او، محبت پیامبر در قلبش می جوشید. روزی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرض کرد که یا رسول الله لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی التي بین جنبیه. تو ای پیامبر نزد من از هر چیز و هر کس محبوب تری بجز از این نفس من. از اون نفس، معمولا انسان نفسش بر کس دیگر مقدم، یعنی کسی را بر نفس خودش مقدم نمی دارد و نفس او نزد او عزیز است. هر انسان بالاخره جان خود را دوست دارد. رسول اکرم علیه السلام به او فرمود لا یا عمر، گفت اینطور نمی شود، حتی اکون احب الیک من نفسک التي بین جنبیک. ایمان تو درست نمی شود مگر اینکه من نزد تو از نفست هم از جانت هم محبوب تر باشم. کمی حضرت عمر رضی الله عنه با نفس خودش کلنجار رفت لحظاتی، بعد این عبارت را گفت. اونا دیگه بالاخره شوخی که نمی کردند، رو درواسی هم نداشتند، نفاقی هم نبود کسی بخواهد مثلا زمان سازی بکند و چیزی را که نیست ارائه بکند، چیزی را که در قلبش نیست. رک و پوست کنده و رو راست حرف می زدند بدون تعارف. بعد از چند لحظه حضرت عمر رضی الله عنه به رسول اکرم علیه السلام عرض کرد که یا رسول الله الان انت احب الی حتی من نفسی التي بین جنبی. الان تو ای پیامبر به اون درجه از محبوبیت نزد من رسیده ای که حتی از جان عزیزم هم نزد من محبوب تری. الان به چنان مرحله رسیده ای که نزد من حتی از نفسی که در بین دو پهلوی من هست، از این جان من هم نزد من عزیزتر و محبوبتر هستی. که رسول اکرم علیه السلام اینجا ایمان او را تایید کرد، مهر تایید بر ایمان او گذاشت و زیر ایمان او را امضا کرد که فرمود الان یا عمر، الان درست شد، الان این ایمان دیگه به کمال و اوج خودش رسید. وقتی انسان به اون چنان درجه از ایمان برسد که همه چیز نزد او بعد از خدا و رسول قرار بگیرد، محبت هر چیز در قلبش بعد از محبت خدا و رسول باشد، در مراحل بعدی یعنی، و محبت خدا و رسول در قلبش بالاتر از هر محبت و هر تعلق قلبی باشد، این دیگه اوج ایمان و کمال ایمان است. یکی از نکاتی که در ابعاد شخصیتی عمر رضی الله عنه حائز اهمیت است، ارزشی بودن او هست. انسان ارزشی بود، یعنی همه چیز را بر معیار ایمان میسنجید. بالاترین معیار و ملاک نزد او ایمان بود. تعلقات دیگر و وابستگی های دیگر اصلا برایش مطرح نبود. هر انسان بالاخره در زندگی خودش تعلقاتی دارد، وابستگی هایی مثلا دارد، خانواده مثلا و خویش و قوم و پدر و مادر و اینها، فرزند، اینها تعلقات قلبی انسان است که هر انسانی به اون نوعی تعلق و وابستگی قلبی احساس می کند. اما او این گونه نبود.
که به کسی یا به چیزی غیر از دین خدا فکر بکند و بالاترین معیار نزد او معیار دین و ایمان بود که همه چیز را بر اساس دین و ایمان می سنجید و ارزیابی می کرد. همین کافی است که بدانیم او در جنگ بدر خالوی خودش را به نام عاص بن هشام به قتل رساند. نشان می‌دهد که چه انسانی بود، کسی که بتواند این گونه رفتار بکند در مقابل دین خدا با هیچ کس تعارف نداشت، حتی اگر نزدیکترین افراد او باشد. حسب و نسب اصلا برایش مطرح نبود، نسبت و خانوادگی و اینها اصلا برایش هیچ ارزشی نداشت. روزی در محضری که در جمعی نشسته بودند، عادت عرب این بود که به آبا و اجداد خودشون بعضیا مثلا افتخار میکردن، این از عادات معروف عرب بود. بر اساس همان بالاخره نشستند و هر کس نسب خود را بیان میکرد، تا 7 پشت خود را مثلا بیان میکرد که نسبش به کجا میرسد. هر کس نسب خود را بیان کرد، پدر و پدر بزرگ اینها، تا رسید نوبت به سلمان فارسی گفت رضی الله عنه، گفت که من برای خودم پدری در اسلام سراغ ندارم که بتوانم به او افتخار بکنم. در اسلام پدری من برای خودم سراغ ندارم که مسلمان مثلا باشد بخوام بتوانم به او افتخار بکنم و جا داشته باشد که به او افتخار بشود. من کسی ندارم که به او افتخار بکنم غیر از اسلام، ولکن انا سلمان ابن الاسلام، من سلمان فرزند اسلام هستم، من به اسلام خودم افتخار میکنم، به آبا و اجداد خودم افتخار نمی کنم. او بالاخره طبیعی بود این حرف رو بزند دیگه، عرب که نبود که بتواند مثلا به آبا و اجداد خودش افتخار بکند. حضرت عمر رضی الله عنه که این حرف را شنید، وقتی نوبت به او رسید، با وجود او از عرب اصیل بود و شرافت خانوادگیش معروف است دیگه، از قریش است، آبا و اجداد خود را رها کرد و گفت و انا عمر ابن الاسلام اخو سلمان ابن الاسلام، من هم عمر فرزند اسلام برادر سلمان ابن اسلام هستم، برادر سلمان فرزند اسلام. خود را عمر ابن الاسلام معرفی کرد، یعنی اصلا از آبا و اجداد خودش با همه شرافت و شخصیتی که از لحاظ نسبی داشت خود را این گونه معرفی کرد به دیگران. این نشون میدهد که یک انسان واقعا ارزشی بود. حالا مثال دیگر بخوام عرض بکنم، در جنگ بعد وقتی که عباس ابن عبدالمطلب اسیر شد و او را به اسارت گرفتند، عباس ابن عبدالمطلب عموی پیامبر علیه الصلاه و السلام، او بالاخره اون موقع مسلمان نبود. حضرت عمر رضی الله عنه به او گفت که ان تسلم احب الی من ان یسلم الخطاب لان ذلك احب الى رسول الله صلی الله علیه وسلم. گفت به عباس، گفت که ای عباس، اگر تو مسلمان بشی، تو اگر به اسلام بگروی، نزد من محبوبتر است از این که پدرم خطاب مسلمان بشود. حالا چرا؟ چون اسلام تو نزد پیامبر محبوبتر است، پیامبر علاقه دارد تو مسلمان بشی و هم من همچنین علاقه ای دارم، یعنی علاقه پیامبر را بر علاقه خودم ترجیح میدهم. چون پیامبر دوست دارد تو مسلمان بشی، برای من هم محبوبتر این است که تو مسلمان بشوی، یعنی اسلام تو را بر اسلام پدر خودم ترجیح میدهم از اینکه پدرم مسلمان بشه. تو مسلمان بشی محبوبتر است برای من و خوشحالتر میشم. این امور نشان دهنده این است که او یک شخصیت ارزشی بود که اصلا برایش معیارهایی که معمولا انسانها در زندگی خودشون دارند و به اون معیارها بها میدهند، برای او اصلا هیچ معیاری غیر از معیار دین و ایمان مطرح نبود. و همین کافی است در رابطه با دین و ایمان او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم باز هم در خواب مشاهده میکند. یک حدیثی داریم ما که رسول اکرم علیه السلام از خواب خودش تعریف میکند، در حالی که من در خواب بودم، میفرماید مردم بر من عرضه شدند،
هر کس را با یک لباسی کوتاه یا بلند مشاهده میکردم. بعضی افراد لباسشون مثلا تا کمرشون بود، بعضی مثلا تا سینهشون. هر کس یک لباسی داشت، لباس بعضی کوتاه‌تر، بعضی کمی بلندتر. انسان ها بر من عرضه شدن با لباس‌های متفاوت. حالا لباس منظور بلندی و کوتاهی لباس. بعد می‌فرماد عمر بر من عرضه شد در حالی که بر او قمیصی بود یا لباسی بود که آن را داشت رو زمین می‌کشید. اینقدر لباسش بلند بود. یعنی سوال کردن که این را به چه تعبیر کردی ای پیامبر؟ این لباس بلند را به چه تعبیر کردی؟ فرمود به دین. این بلندی دین او را میرساند. لباس دین است برای انسان دیگه. که این لباس او از همه بلندتر بود که این لباسش داشت رو زمین میکشید. یعنی که دینش این اندازه وسیع بود و کامل بود و فراگیر که کل بدن او را پوشانده بود و این اندازه از لحاظ دینی این شخصیت بزرگوار مورد تایید پیامبر علیه السلام قرار گرفته است. از هیبت و صلابت او باز اگر بخوایم بگوییم معروف است حضرت عمر رضی الله عنه انسان بسیار با هیبتی بود که از او میترسیدن افراد، از هیبت او میترسیدند. اون چنان هیبتی داشت که در بعضی روایات آمده است روز عده‌ای زنان در نزد پیامبر علیه السلام نشسته بودند، از زنان قریش سوالاتی داشتن، ظاهرا گفتگویی داشتن با آن حضرت، صدایشون هم بلند کرده بودند، گاهی بلند حرف می‌زدند و رسول اکرم هم جوابشون را میداد. تا اینکه عمر رضی الله عنه اجازه خواست که وارد بشود، وارد شد. به محضی که زنان صدای عمر را شنیدند فوراً یک گوشه کز کردند، یک گوشه جمع جور شدند، کل معروف به یک گوشه رفتند. به محضی که صدای او را شنیدند فوراً جمع جور شدند و رفتن یک گوشه نشستن همه. حضرت عمر که آنها را مشاهده کرد این طوری را دارن یک گوشه نی رفتند، گفت یا عدوات انفسهن، ای دشمنان خودتون، از من میترسید، از پیامبر خدا نمیترسید؟ از من حساب میبرید، یعنی از پیامبر خدا حساب نمیبرید که صداتون را بلند کرده در حضور او؟ گفتم تو انسان بسیار تند و خشنی هستی، یعنی ما از تو بیشتر میترسیم، حساب میبریم. اینجا بود که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به او فرمود یا ابن الخطاب ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک یا الا سلک فجا آخر. شیطان تو را در هیچ مسیر و کوچه ای نمی بیند مگر اینکه راه خودش را عوض می کند. یعنی اگر شیطان تو را در کوچه ای ببیند راهش را کج می کند، به راه دیگر می رود. حتی شیطان هم از تو فرار می کند. این هیبت او را می رساند که رسول اکرم علیه السلام در این حدیث صحیح به آن اشاره کرده است به این شکل. همچنین از نکاتی که در رابطه با حضرت عمر رضی الله عنه حائز اهمیت است و جا دارد که گفته شود این است در حدیث آمده است که حضرت عمر رضی الله عنه انسان با کراماتی بود، از کرامات عجیبی برخوردار بود و همین بس است که رسول اکرم علیه السلام از او به عنوان یک انسان محدث یا انسان ملهم یاد فرموده است که فرموده است لقد کان فی من قبلکم یا فی ما قبلکم من الامم محدثون فان کان فی امتی احد فانه عمر. در بین امتهای گذشته افرادی بودند که به آنها الهام میشد، الهام غیبی به آنها میشد. افرادی بودند در هر امتی بالاخره از انسانهای با کرامات که دارای کراماتی بودند که به آنها الهام میشد از جانب خدا، چیزی به آنها الهام میشد، نه که وحی نازل بشه. الهام فرق میکنه، چیز دیگه است. چیزی در قلب انسان از جانب خدا خطور بکند، این الهام است. در امتهای گذشته بودن افرادی و اگر در این امت کسی باشد عمر است که از این برخوردار است، از این خاصیت و از این امتیاز برخوردار است. یکی از مکاشفات عجیبی که درباره عمر رضی الله عنه نقل می شود، در یکی از جنگ ها لشکر رفته بود و
به جنگ، یعنی بسیج شده بود برای جنگ و مشغول نبرد بودن در یکی از جبهه ها. حضرت عمر رضی الله عنه در مدینه منوره روی منبر روز جمعه داشت خطبه می‌خواند. ناگهان در اثنای خطبه مردم عبارت عجیبی را از او شنیدند که گفت یا ساریة الجبل الجبل، ای ساریه که الان فرمانده لشکر بود یا امیر لشکر، مواظب کوه باش، مواظب کوه باش. تعجب کردن اینها که چه دارد میگوید خلیفه. این گذشت و کسی متوجه نشد که منظور او چیست از این حرف، تا اینکه لشکر برگشت بعد از اینکه پیروز شده بود در اون جنگ و گفتند ما در مخمسه عجیبی گیر کرده بودیم، نزدیک بود شکست بخوریم، دشمن در کمین ما بود و ما هر آن از جانب دشمن مورد تهدید قرار می گرفتیم. تهدید جدی از جانب دشمن متوجه ما بود که خودمان هم خبردار نبودیم. ناگهان صدایی شنیدیم که میگوید ای ساریه مواظب کوه باشید، و رفتیم به کوه پناهنده شدیم و یا اینکه از دشمنی که در کوه از اون طرف کوه میخواست مثلا به ما حمله کند یا کمین کرده بود برای حمله به ما، از اون دشمن جان سالم به در بردیم. این هشداری به ما داده شد، نمیدونیم این هشدار از کجا آمد. این صدای خلیفه بود، صدای عمر رضی الله عنه، که خداوند این صدا را رسانید به گوش اون لشکر و دو تا معجزه یا اتفاق افتاد دیگه. همین که یک شخص در مدینه از فرسنگ‌ها راه اون صحنه را ببیند و هشدار بدهد نسبت به اون صحنه، و همین که این صدا به صورت معجزه آسا مخابره بشود تا همونجا، تا همون فرسنگ‌ها راه مخابره بشود و از یک بلندگوی غیبی این صدا پخش بشود که اون افراد این صدا را بشنوند و با شنیدن همین صدا به کمین دشمن مثلا پی ببرند و جان سالم به در ببرند از دشمن. این از مکاشفات و کرامات عجیبی است که از عمر رضی الله عنه نقل شده است. یکی از نکاتی که در رابطه با شخصیت او بیان شده است ارتباط عجیب او با قرآن است و آیات قرآن، که یک بحثی معمولا در سیرت عمر رضی الله عنه مطرح می شود تحت عنوان موافقات عمر. در مورد موافقات عمر، منظور از موافقات عمر رضی الله عنه اون قبیل آیاتی است که یا اون موارد آیاتی است که بر وفق دیدگاه و نظر و حرف حضرت عمر رضی الله عنه خداوند از آسمان وحی نازل کرده است. بر وفق تقاضای او، بر وفق دیدگاه او، بر وفق سخن او وحی از جانب خدا نازل شده است که خود حضرت عمر رضی الله عنه این مطالب اشاره کرده است به این مسائل و کسان دیگر همین را نقل کردند. این موارد بعضی از نمونه هاش رو بد نیست که خدمتتون عرض بکنم. روزی عمر رضی الله عنه در رابطه با طواف و نماز طواف به پیامبر علیه السلام عرض کرد یا رسول الله چه خوب است که پشت مقام ابراهیم نماز بخوانیم. بعد از اینکه طواف کردیم نماز بعد از طواف را پشت مقام ابراهیم برگزار بکنیم. در سمت در خانه کعبه است، در سمت شرقی خانه کعبه، رو به مقام ابراهیم خوب است که نماز بخوانیم. این پیشنهاد عمر رضی الله عنه مورد تایید وحی قرار گرفت و وحی از جانب خدا نازل شد و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، محل ایستادن ابراهیم را که همون مقام ابراهیم باشد نمازگاه خودتون قرار بدید و به سوی او نماز بخوانید. نمونه دیگر آمده است که حضرت عمر رضی الله عنه به رسول اکرم علیه السلام عرض کرد یا رسول الله افراد زیادی بر تو وارد می شوند. بعضی افراد انسان‌های مثلا شاید انسان‌های چندان خوبی نباشند بر تو وارد می شوند و همسران تو بالاخره در خانه هستند
خوب است که اونها را به حجاب امر بکنیم. موقع حجاب هنوز نازل نشده بود، آیه حجاب یا آیات حجاب نازل نشده بود به اون شکل، و زنان مسلمان اون حجابی را که بعداً رعایت کردن قبلا به اون شکل رعایت نمی کردن. اول آیات حجاب به این تفصیل و به این مثلا قاطعیت نازل نشده بود. گفت خوب است بالاخره همسران خود را به حجاب امر بکنید که خود را بپوشانند، خود را ستر بکنند. و بلافاصله بعد از این پیشنهاد آیات حجاب نازل شد و خداوند در اون آیات امر کرد زنان مسلمان را، مخصوصا امهات المؤمنین را، به رعایت حجاب که در مقابل بیگانگان خود را بپوشانند، که از اون به بعدی که مسلمانان حجاب را رعایت کردند و سر و گردن و اون قسمت هایی را که قبلا زیاد به اون اهمیت نمیدادند پوشوندند. باز در بعضی روایات آمده است که روزی رسول اکرم علیه السلام با همسران خودش ظاهراً بگو مگویی داشت، یعنی همسران روی بعضی از مسائل با پیامبر بگو مگویی داشتند. بالاخره بین مرد و زن، هم بالاخره پیامبر بشر بود دیگه، زنان هم بشر بودند. یک بگو مگویی ظاهراً بین رسول اکرم علیه السلام با همسرانش وجود داشت. حضرت عمر رضی الله عنه که از این قضیه باخبر شد به امهات المؤمنین مراجعه کرد که یکی از آنها دخترش بود، حفصه دیگه، و گفت که وای به حال شما، اگر شما بخواهید به این کار ادامه بدهید خداوند کسان دیگر را برای پیامبر شما، برای پیامبر خودش در نظر میگیرد. اگر شما بخواهید بی‌لیاقتی از خودتون نشون بدهید، در خانه پیامبر بخواهید مثلا با او بگو مگو بکنید، کسان دیگر هستند، زنان دیگر هستند که خداوند شما را با اونها عوض خواهد کرد و کسان دیگر را به جای شما به همسری پیامبرش در خواهد آورد. این تهدیدی بود از جانب عمر رضی الله عنه. به اون همسران گفتن خب بالاخره شما مواظب رفتار خودتون باشید. اونها را نصیحت کرد. یکی از اونها گفت که مگر پیامبر بلد نیست که ما را موعظه کند که تو آمدی ما را موعظه بکنی؟ خود پیامبر چرا بلد نیست مگر که ما را موعظه بکند؟ تا اینکه این آیه نازل شد در سوره مبارکه تحریم: عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و ابکارا. چه بسا یا امید است که اگر او شما را طلاق بدهد خداوند بهتر از شما را برای پیامبرش تدارک ببیند و آماده بکند، یعنی شما را عوض بکند با افراد دیگر. اگر شما در رفتار خودتون تجدید نظر نکنید خداوند زنان دیگر را به جای شما برای پیامبر خودش در نظر خواهد گرفت. خب امهات المؤمنین بعد از اون دیگه معروف است که دیگه اونها نهایت ادب و احترام را در مقابل پیامبر بعد از اون آیه رعایت کردند و خب کسانی بودند که دیگه تا آخر حیات اون حضرت افتخار همسری پیامبر را داشتند و اعلام پیامبر هم این بوده است که همسران او در دنیا همسران او در آخرت هم هستند. اتفاق بر این است که امهات المؤمنین در دنیا و آخرت همسران پیامبر هستند و هیچ کس حق نداشته است یعنی بعد از رحلت پیامبر با یکی از همسران او ازدواج بکند. به همین خاطر هیچ کس حق نداشته است. از مواردی که باز از موافقات عمر نقل می شود این است که رسول اکرم علیه السلام وقتی که بر عبدالله ابن ابی، اون منافق سرسخت، حالا به خاطر اینکه در ظاهر او تظاهر به اسلام میکرد یا به خاطر دلجویی از فرزندش که از مسلمانان بود، به خاطر طیب خاطر فرزندش بر او نماز خواند. پیامبر بر عبدالله ابن ابی نماز خواند. وقتی خواست بر او نماز بخواند حضرت عمر رضی الله عنه زبان به اعتراض گشود، گفت که یا رسول الله بر چنین فردی میخوای نماز بخوانی؟ تو اصلا شایسته نیست بر او نماز بخوانیم. او منافقی است که معروف است به نفاق،
و همه میدونن که او منافق است، چرا میخوای برای نماز بخوانی؟ او کسی که فلان روز فلان حرف را درباره شما زده است، مثلا شروع کرد به بیان اوصاف اون عبدالله بن ابی منافق، عبدالله بن ابی بن سلول که از منافقین بود. ولی خب پیامبر علیه السلام چون او در ظاهر مسلمان بود، تظاهر به اسلام میکرد و بنا نبود که افراد منافق که منافق بودند چون تظاهر به اسلام میکردند بنا نبود که با آنها برخوردی بشود. این است که پیامبر بر اون نماز خواند، ولی خداوند این آیه را نازل کرد: ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره. بر هر یکی از اینها که وفات کرده است، یعنی بر اون نماز نخواند و بر قبرش نایست. یعنی پیامبرش را نهی کرد خداوند که بر یکی از منافقین بعد از اون نماز بخواند یا بر سر قبر او بایستد. در رابطه با جنگ بدر، وقتی که تعدادی از کفار قریش، کفار و مشرکین در جنگ بدر اسیر شدند، دو نظریه اینجا پیش آمد و رسول اکرم علیه السلام با یارانش مشورت کرد در رابطه با اسرای جنگ بدر که با اینها چه کار بکنیم. اینها را باران اسیر به قتل برسانیم یا اینکه اینها را از اینها سربه ها بگیریم و آزاد بشوند. دو نظریه اینجا وجود داشت و پیامبر بر اساس این دو نظریه در این رابطه تصمیم گرفت و نظر برخی دیگر را پذیرفت. حضرت عمر نظرش این بود که اینها اصلا شایسته نیست که ما اینها را رها بکنیم، باید هر کدوم از اینها را به دست خویشاوندش بدهیم تا گردنش را بزند. فلان قوم خویش مرا به دست من بده که گردنش را خواهم زد. عقیل ابن ابی طالب را دست علی بده که علی ابن ابی طالب گردنش را بزند، بالاخره او از اسرا بوده. فلان قوم خویش را به دست حمزه بده که قوم خویش خود را گردن بزند، تا بدانن اینها که ما هیچ تعلق خاطری با این خویشاوندان خودمان نداریم. این خویشاوندان کافر ما هیچ تعلق خاطری در قلب ما نسبت به اینها نیست، تا همه بدانند. این نظر عمر رضی الله عنه بود. اما نظر برخی از صحابه مثل ابوبکر رضی الله عنه این بود که خب اینها از اونها سربه ها گرفته شود و اینها با سربه ها آزاد بشوند. و رسول اکرم علیه السلام این نظر دوم را که ملایم تر بود ترجیح داد و از اسرای جنگ بدر در مقابل سربه هایی که از آنها گرفت آنها را آزاد کرد. این نظر بعضی از صحابه بود که از جمله حضرت ابوبکر رضی الله عنه که پیامبر این را ترجیح داد و بر اساس این نظریه از اسرای جنگ بدر سربه ها گرفته شده است. اما خداوند این آیه را در قرآن نازل کرد: و ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتی یثخن فی الارض تريدون عرض الدنیا والله یرید الاخره. شایسته نیست که پیامبر اسیرانی داشته باشد مگر وقتی که کفار و مشرکین را ریشه‌کن کرده باشد. یعنی جایز نیست که پیامبری اسیرانی به دست خودش در دست خودش قرار بدهد که بخواهد از اونها سربه ها بگیرد. خداوند انتقاد کرد از این اقدام، از گرفتن سربه ها از اسیران جنگی بدر و اعلام کرد که باید اینها به اصطلاح قلع و قم می شدند که دیگر ریشه کفر و شرک در سرزمین بخشکد. اینا افرادی که با شدت و قاطعیت این گونه با اسلام برخورد کرده بود در جنگ بدر و می‌خواستند ریشه اسلام را بخشکانند و از بین ببرند، جا داشت که ریشه خود آنها خشکیده شود و اینها بعد از اینکه کشت و کشتاری در آنها ایجاد بشود، بعد از اون دیگر وقتی که اینها ریشه کن شدند و ریشه آنها خشکید و از قوت افتادند، هنوز اینها در نهایت قدرت هستند دیگه، وقتی اینا از قوت خودشون افتادن و ضعیف شدن، حالا دیگه بخره گرفتن اسیر معنی ندارد. ولی تا زمانی که اینها در اقتدار کامل به سر میبرند، گرفتن اسیر معنی ندارد. اینا باید اول تضعیف بشوند، اینها پایشون سست بشود، نفراتشون بالاخره به هلاکت برسند، از لحاظ عدد و قدرت ضعیف بشوند، تا بعداً مثلا گرفتن اسیر در اون وقتی که اینها ضعیف شدند معنی نخواهد داشت. این
آیه‌ای بود در قرآن نازل شد و در واقع بر وفق نظر و دیدگاه حضرت عمر رضی الله عنه بود. همچنین در بعضی از روایات آمده است که روزی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک شخصی را فرستاد، یک بچه‌ای را فرستاد، کار داشت با حضرت عمر رضی الله عنه، او را به نزد او فرستاد برای انجام یک کار، برای اجرای اون مأموریت. وقتی او رفت، حضرت عمر رضی الله عنه در خواب بود، وارد شد به خانه. بچه بود دیگه، بچه مثلا فرض کنیم 10-12 ساله، معمولا اجازه نمیگیرد بچه وارد میشود. وارد به خانه شد. ظاهرا انسان وقتی در خواب باشه، خانه خواب بالاخره لباسش شاید کمی مثلا بالا برود، او قسمتی از بدنش فرض کنیم مکشوف بود. وقتی از خواب بیدار شد و این بچه را بالای سر خود دید، ناراحت شد و گفت که ای کاش خداوند ما را به اجازه گرفتن، مسلمانان را به اجازه گرفتن در این اوقات استراحت امر بکند. که وقتی که فردی مثلا در اوقات استراحت، مثلا شب یا ظهر، وقتی که وقت استراحت انسان است، فردی میخواهد وارد بشود، هرچند هم مثلا بچه کوچک باشد، اجازه بگیرد. ای کاش خداوند دستوری آیه نازل بکند که مسلمانان را امر بکند به اجازه گرفتن در این اوقات استراحت. و این آیه نازل شد از سوره مبارکه نور: یا ایها الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر و حین تضعون ثيابكم من الظهیرة و من بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. ای مؤمنان، باید کسانی که بردگان شما هستند یا کودکانی که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند از شما در 3 وقت اجازه بگیرند. یکی قبل از نماز صبح که انسان وقت استراحتش هست، و یکی هم در وقتی که انسان لباسش را میگذارد و لباس استراحت به تن میکند در وقت ظهر، و بعد از نماز عشاء. این 3 وقت خصوصی و وقتی است که باید دیگران در هنگام ورود در این اوقات اجازه بگیرند. که حتی انسان بچه کوچک هم داشته باشه در منزل، شخصی تو خانه دارد استراحت میکند، حالا اون مرد به تنهایی یا زن به تنهایی یا مرد و زن در خانه دارن استراحت میکنند، در این اوقات حتی اون بچه کوچک هم مطابق این آیه ملزم به اجازه گرفتن هست. وقتی که آیات مربوط به شراب نازل میشد، مربوط تحریم شراب، چون شراب به صورت تدریجی تحریم شده است، یعنی شراب یک باره حرام نشد. اول خداوند شراب را به عنوان یک گناه معرفی کرده است، گناهی که منفعت‌هایی هم درش هست، شاید منافعی هم توش باشد، منافع تجاری. بعد اون را نهی کرد در هنگام نماز که برخورد با نماز بکند، از اینکه مثلا برخورد با نماز بکند، فرمود که در حالی که مست هستید به نماز نزدیک نشوید. خب در هر مرحله افرادی خودداری می‌کردند، ولی باز افرادی باقی می‌ماندند. و حضرت عمر رضی الله عنه دعا کرد، درخواست کرد از خدا، گفت که اللهم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا. خدا درباره شراب برای ما یک بیان شافی نازل بکن، یک چیز قاطعی در مورد شراب نازل بکن که خیالمون تخت بشود و به صورت نهایی یعنی یک حکم قاطعی درباره شراب نازل بکن که نهایتاً این آیه در سوره مبارکه مائده نازل شد: یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. که خداوند به صورت نهایی شراب را تحریم کرد بعد از اینکه از دعای حضرت عمر رضی الله عنه در این رابطه آنگونه که عرض کردم سخن گفته شده است. اینها نمونه هایی بود که عرض کردم از موافقات عمر رضی الله عنه که طبق سوالی که قبلا شده بود جا داشت که در این رابطه توضیحاتی داده شود. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
بگو آیا کسانی که می‌دانند و کسانی که نمی‌دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می‌پذیرند.